have. Iran has, for example, 250,000 satellite dishes. It has internet use. I once said to the heads of the CIA when I was prime minister that if you want to advance regime change in Iran, you don't have to go through the CIA cloak and dagger stuff. What you want to do is take very large, very strong transponders and just beam Melrose Place and Beverly Hills 2050 and all that into Tehran and into Iran, because that is subversive stuff. They watch it, the young kids watch it, the young people, they want to have the same nice clothes and the same houses and swimming pools and so on. And that is something that is available in internal forces of dissension that are available in Iran, which is paradoxically probably. شما دختردارا، شما خانوما، تو این 10 روزه محرم تو این جلسه همین یه حرف بستتون باشه. همین من به نظرم این فردا به بعدم دیگه نیایم کافیه که پاپ اینو دل بدین به این حرف. سندش هم دارم تو خونم. پاپ از 7,000 کشیش و کاردینال دعوت کرد واتیکان، رفتن. دستور کار جلسه این بود برای خاموش کردن چراغ اسلام نظریه بدین. 7,000 کشیش باسواد کاردینال. من انگلستان با یک کشیش صحبت میکردم، خیلی باسواد بود، خوبم شیعه رو میشناخت، مذاهب رو میشناخت. گفت من دکترای ادیان دارم. 7,000 پیشنهاد داده شد برای کشتن اسلام. از 7,000 پیشنهاد 700 تاشو به عنوان نخبه پیشنهاد گرفتن، مطالعه کردن، 70 تا پیشنهاد در آوردن، 7 تا پیشنهاد در آوردن. یه پیشنهاد تو این 70 قبول شد، بنا شد که کاملا خرج بکنن برای پیاده شدن این پیشنهاد، و اون این که اگه میخواین چراغ دین خاموش بشه، تمام دختران و زنان مسلمان رو نیمه اوریان از خونه ها بکشین بیرون و از زمینه بسازیم تو تمام ادارات، تو تمام فروشگاه ها، تو تمام شهرداری ها، تو تمام پارک ها، تو طیاره ها، تو قطارها ولو بشن. همین که مردان مسلمان این پیکرها و قیافه های زیبا رو دیدن و رابطه برقرار کردن، دینشون هم بمیره. کم کم اسلام با بی‌حجابی کامل زنان نابود. دختردارا دستتون در نکن. دختردارا واقعا خسته نباشید که با فکر کیا با دخترانتون در مقام کشتن اسلام برآمدید. شما دولت ایرانم خسته نباشین که بی‌حجابی داره گستردگی کامل پیدا میکنه. شما دانشگاه ها خسته نباشین، شما دبیرستان ها خسته نباشین، شما کارگردانان این مملکت خسته نباشین. حالا تا ببینیم کی ختم اسلام رو دید. واقعا خسته نباشین. دختر پیغمبر مظلوم تر از تو هم زینب کبرا مظلوم تر از تو هم هست. من شما رو خدا الگو قرار نداده. کو پس کو
حداقل این 4 تا چادر رو شماها نگر دارید. شماها نگین حجاب اسلامی، ما حجاب کفری هم داریم که اسم اسلام بغلش باشید. زنان رو تا مرز بی حجاب شدن کشیدید به عنوان حجاب اسلامی. بی حجابا رو بعد از انقلاب و چادری نکردیم، چادری هامون هم بی چادر شدن. واقعا خسته بود. قیامت چه خبره؟ شما کارگردانان، شما حوزه‌های علمیه، شما آخوندا، شما گویندگان، شما متدینای در بدنه دولت و دانشگاه‌ها، هیچ دردتون نمیاد که چه داره میگذره و چی داره میشه و کجا داریم میریم. و علل اسلام و سلام باید مجلس فاتحه برای دین بگیریم. این حرف امام مسلم. و علل اسلام و تموم داره میشه دین. کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته به والله قسم طبق آیات قرآن. قیامت از همه شما دولتی‌ها که بدنه حکومت ایرانی، از شما دانشگاهی‌ها، از شما حوزوی‌ها، راجع به ظهور این فساد و گسترده شدنش و حاکم شدنش سؤال خواهند کرد، جوابی هم نخواهید. هیچ هم لازم نیست خدا با انبیا و ائمه ما رو محاکمه بکنه. هیچ محاکمه لازم نیست از طرف ما. کافیه فقط و فقط البنین 2 تا دست قمر بنی هاشم رو بیاره بگه این 2 تا دست همونی بود که گفت والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا انجیل. من این 2 تا دست رو برای دین جواب بدید. به من مادر داغ دیده جواب بدید. خون بچه منو جواب بدید. لا اله الا